سلام به همه دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه و با امید روزهای بهتر برای همه. در این ویدیو تحلیل جدید از دلار خواهیم داشت و اینکه آیا دلار در محدوده 90,000 تومان تسلیم شد یا اینکه حرکت به سمت اعداد جدیدتر رو در پیش داره. اگر که دوست داری تحلیل کامل رو ببینی، خوشحال میشم که تا انتهای ویدیو همراه من باشی. خب بریم سراغ نمودار. اول از همه من تایم فریم رو روی ماهانه تنظیم میکنم. بعد سقف‌های قیمتی رو توی نمودار ماهانه مشخص میکنم. 72,000 تومان، 60,000 تومان و 33,000 تومان و اینجا هم قیمت 18,000 تومان. با استفاده از فیبوناچی من محدوده ها رو مشخص میکنم. از شروع حرکت تا انتهای حرکت و اصلاحی که انجام داده و همونطور که میبینید به اعداد فیبوناچی واکنش های خوبی داشته. مثلا روی تراز 1.27 و الان هم که روی تراز 2 قرار گرفته و احتمال یه اصلاح کوچیک داخل دلار میتونیم داشته باشیم. اعداد بالاتری که میشه در تایم های بالاتر براش پیش بینی کرد عدد 140 تومان و 240 تومانه. اگر یک خط روند رسم کنیم، از این کندل بگیرم بهتره. یک کانال فیبوناچی رسم میکنیم. همینطور که میبینید سقف کانال تقریبا محدوده های 140,000 تومان مشخص میکنه. کانال معتبری است و کف ها و سقف های خوبی رو مشخص کرده. همینطور میدل کانال هم برخورده خوبی داشته. اگه از لحاظ زمانی بخوایم بررسی کنیم، تقریبا میشه گفت که کف‌های قیمتی رو درست مشخص کرده. اینجا یک کف قیمتی داشتیم که شروع حرکت بوده، اینجا یک کف و کف سوم رو هم تقریبا درست پیش بینی کرده. همینطور کف چهارم که حرکت بعدی میتونه سقف کانال باشه. همین محدوده 90,000 تومان، حالا 2 تومن بالا و پایین، یه مقاومت خیلی خوبیه که انتظار اصلاح ازش میشه داشت. تایم هفتگی اگه بخوایم بررسی کنیم، من نمودار رو کمی بازتر میکنم تا ببینیم که چقدر این کانال خوب کار کرده و اینو پاکش کنم، خطا رو پاک کنیم. ببینید دوستان، محدوده 60,000 تومان تا 72,000 تومان حمایت خوبیه تو تایم ماهانه، یعنی قیمت های خوبی واسه خرید میتونه باشه برای اهداف بالاتر.
الان انتظار اصلاحی که میتونیم داشته باشیم نهایت در بهترین حالت ممکن 20% میتونه دلار اصلاح بده و در کوتاه مدت قیمت 82,000 تومان محدوده 80 الی 82 تومان میتونه قیمت‌های خوبی برای خرید باشه و اگرم بخواد اصلاح بیشتری داشته باشه و اتفاقات خوبی بیفته و کسی یا ترامپ حرف خاصی نزنه، اصلاح میتونه تا 72,000 تومان هم ادامه دار باشه. با ایچومیکو هم که نگاه میکنیم چیز خاصی دیده نمیشه توی تایم هفتگی. یه خط روند دیگه اینجوری تقریبا میشه رسم کرد. حالا برگردیم عقب‌تر، یه از پایین‌تر بگیریم، فکر میکنم قشنگتر باشه. آره از اینجا خیلی خط روند بهتری میتونه باشه. کانال فیبوناچی رو دوباره رسم میکنم، سقف کانال. بله برخوردهای خیلی خوبی داشته این کانال، فکر میکنم کانال بسیار معتبری باشه. کف‌ها و سقف‌ها رو خیلی خوب در آورده. همینطور میدل کانال هم اگه دقت کنید خیلی دقیق جلوی حرکت قیمت رو گرفته و الان هم تقریبا میشه گفت که روی میدل کانال قرار گرفته و سقف کانال دوباره میتونه تارگت قیمتی دلار باشه، یعنی محدوده 127 تومن الی 130 تومن. تو تایم فریم پایینتر روزانه چیزی که من مشاهده میکنم، یه مقدار نمودار رو بررسی کنیم. کانال رو پاکش میکنم. فکر کنم یه خط روند تو تایم روزانه هم میتونیم بکشیم تا محدوده های دقیق تری رو پیدا کنیم. من این ناحیه که الان میخوام مشخص کنم و ناحیه خیلی مهمی برای دلار میدونم. این ناحیه‌ای که با باکس سبز رنگ میخوام براتون مشخص کنم تقریبا میشه گفت از اینجاها، یعنی محدوده 83 الی 85 تومان قیمت‌های خیلی خوبی برای خرید میتونه باشه. انتظار اصلاح تو این محدوده رو من دارم، یعنی اگه به این قیمت ها برسته من خودم خریدارم. یه خط روندی اینجا من میتونم مشاهده کنم، بله، که برخوردهای خیلی خوبی هم داشته. با چی هم که مقایسه میکنم، آره خیلی برخوردهای خوبی داشته. همین محدوده ها که فلت کیجونسن هم تقریبا مشخص میکنه، یعنی انتظار اصلاح تا این محدوده رو من دارم توی کوتاه مدت. دوباره من یک کانال فیبوناچی براتون رسم میکنم تا برخوردها رو بهتر مشاهده کنیم. بله دقیقاً به سقف کانال خورده و اصلاح کرده و الان روی میدل کاناله. پس انتظار داریم که همین محدوده هایی هم که الان هستیم کف های قیمتی و سقف های قیمتی رو خیلی خوب داخل کانال مشاهده میکنیم و این که حتی میدل کانال دوباره میگم خیلی خوب عمل کرده و الان قیمت نزدیک میدل کانال هست، یعنی
یه فیبوناچی براش اگه رسم کنیم، بله همین جاهایی که هست به نظر من میتونه یه بالایی قیمت داشته باشه، یعنی از محدوده همین قیمت هایی که الان هستیم یه بالایی میتونه داشته باشه تا محدوده های که براتون مشخص میکنم. باکس سبز رنگش رو عوض کنم بهتره. این باکس به نظر من میتونه یه مدت جلوی حرکت قیمت رو بگیره، یعنی قیمت هایی که داشتیم 93,800 تا 90,000 تومان، 90 الی 93,000 تومان میتونه جلوی قیمت رو بگیره که اینجا من یه ناحیه گپ هم مشاهده میشه که انتظار داریم تا این بالا قیمت حرکت کنه. من بالاترین هایی رو مشخص کنم، همون محدوده 90,000 تومان. از این ناحیه حمایتی من انتظار یک بالا زدن تا این محدوده رو از قیمت میتونم داشته باشم و بعدش یه اصلاح بیشتر تا ناحیه‌ای که براتون مشخص کردم. این سناریو اوله که در خوشبینانه ترین حالت ممکن انتظار دارم قیمت تا اینجاها بیاد، یعنی کف کانال و ناحیه‌ای که مشخص کردیم. تایم بالاترم که قیمت‌های پایین‌تر رو براتون مشخص کردم، در صورت اصلاح بیشتر روی اون اعداد میتونید خرید داشته باشید. تایم خیلی پایین‌تر 4 ساعته اگه بررسی کنیم، همین محدوده سبز رنگی که اینجا مشخص شده اعدادش مشخصه، به نظر من آخرین قیمتیه که دلار میتونه تا اونجا اصلاح کنه و از اون بیشتر اصلاح کردنش منوط بر اینه که اتفاقای خیلی خوبی بیفته و که برای ایران فکر نکنم همچین اتفاقایی بیفته، کسی تصمیم بگیره که شرایط مردم بهتر بشه. اگر به اون ناحیه برسه انتظار دارم که دوباره شروع رشد قیمت باشه تا عددهایی که براتون مشخص میکنم، یعنی عدد 100 تومن، بعدش 113 تومن، تا این محدوده انتظار رشد قیمت رو داریم، محدوده 127 تومن و اینم ناحیه‌ای که قبلا تو تایم‌های بالاتر مشخص کرده بودیم. در بلند مدت یعنی تقریبا تا اوایل تابستون 404 به نظر من شاید دلار به اعداد بیشتری 140 الی 150 تومن هم برسه. البته از همین ناحیه‌ای که هستیم هم اگر اتفاق بدی بیفته یا مسئول بالا رده‌ای حرف خاصی بزنه که باعث تنش‌های بیشتر بین ایران و آمریکا بشه و دوباره بوی جنگ و تحریم‌های بیشتر بیاد، به نظر من از همین محدوده‌ای که همین الان هم هستیم میتونیم سقف‌های بالاتری رو داشته باشیم.
به این صورت. امیدوارم که همچین اتفاقی نیفته و یک مقدار تب و تاب رشد قیمتی دلار بخوابه. و همه ابزار رو پاک میکنم. دوباره تو تایم هفتگی چارت رو بررسی میکنم. محدوده 72 تومن و سقف پایینترش محدوده 60 تومن. این نواحی به نظر من ناحیه رنگش عوض کنم سبز رنگ، خیلی ناحیه سفت و محکمیه که دلار رو میتونه از همینجا به سمت قیمت‌های بالاتر پرتاب کنه. قیمت‌ها رو براتون مشخص میکنم. 67 الی 72,000 تومان قیمت‌های خیلی قرص و محکمی برای دلار میتونن باشن و اینم بالاترین هایی که فعلا به خودش دیده. خط روند دیگه اینجوری هم میتونیم رسم کنیم که اگه کانالش رو امتحان کنیم شاید محدوده های بهتری رو بهمون نشون بده. الان دوباره کانال خوبیه، تقریبا قیمت به سقف کانال برخورد کرده و انتظار اصلاح تا میدل کانال یا حتی پایینتر رو میشه داد. این ناحیه که براتون مشخص میکنم در کوتاه مدت خیلی ناحیه خیلی خوبی برای دلار میتونه باشه که اینجا ما خرید داشته باشیم. اعدادش رو میتونین یادداشت کنین تا تو این محدوده خریدهای خودتون رو انجام بدید. قیمت‌های 80 الی 82 تومن. دوباره اگه نگاه کنیم همون کف کانال محدوده های 72,000 تومن کف کانال میشه که امیدوارم به اونجاها برسه ما بتونیم بخریم. البته همین الان هم دوستان این محدوده‌ای که قرار گرفتیم سقف کانال، اگر کندل ها رو در تایم پایینتر بررسی کنیم ممکنه از همینجا به سمت اهداف بالاتر که مشخص میکنم حرکت کنه. ناحیه 1.5 و 2 کانال که بازم همون محدوده های براتون الان مشخص میکنم. تشکر از همه شما. اگر تا اینجا تماشا کردین خوشحال میشم لایک کنید و نظر خودتون رو زیر ویدیو بهم بگید. در آخر هم تصویری از نواحی مهم براتون قرار میدم و تا ویدیوی دیگر خدا نگهدار.